افشاگری دو شرکت کننده برنامه زن روز از پشت پرده کثافتکاری‌های این برنامه. شو خیلی مثبته. فکر مثلا اونایی که خونه نگاه میکنن خوشحال میشن، اینسپایرد میشن. فکر نمی‌کردم یه چیز اینطوری وحشتناک که دخترها رو به هم میندازن. حالا میبینین چی میشه. دختره هر کی لباس بازتر بپوشه، هر کی ادا اصول خنده‌دارتر در بیاره یا هر کی جلفتر باشه مورد پسنده نمره بیشتری میگیره. چرا پدرام عزیز به کسایی که لباس باز میپوشن، بکلس میپوشن یا گردنش یقش زیادی بازه؟ شیرین مقدم، مارال و بعضی دیگر از بچه‌های زن روز به نمره‌هایی که پدرام به ثانیا میداده همیشه اعتراض داشتند و میگفتند حقش نیست که همچین نمره‌هایی رو بگیره. شیرین گلی، یکی از شرکت کننده های برنامه زن روز، با یک لایوی از این قضیه افشاگری‌هایی کرده و گفته با احترام به ثانیای عزیز، من لباس شما رو توی بوتیک توی شهر آلاچاتای در همه رنگ‌ها دیدم. شیرین گلی در ادامه گفت بعد از گفتن این حقیقت نیلوفر و ثانیا من رو آنفالو کردن. بریم با هم ویدیوش رو ببینیم. من لباس ثانیا رو خیلی دوست داشتم. بک استیج قبل از اینکه بریم سر ضبط بهش گفتم که چقدر فوق‌العاده است، از کجا خریدی؟ چه برندیه؟ گفتش که طرحشو خودم دادم، خریاتم هم دونه دونه نشسته که اینا رو واسه من اجرا کرده و این پولکا رو دوخته و مثل فلس ماهیه. گفتم واقعا هنرمنده. بعد از برنامه من یه هفته‌ای رفتم آلاچاتی، عکس دارم، استوری دارم، تاریخش هست. یهو دیدم توی یه بوتیک تمام رنگای این لباس موجوده و همونجا واسم سوال شد که چرا پدرام عزیز به کسایی که لباس باز میپوشن، بکلس میپوشن یا گردنش یقش زیادی بازه نمره زیادی میده؟ چرا به اونایی که دوستشن، از قبل دوستی دارن، آشنایی دارن، نمره بیشتری میده؟ نه فقط پدرام، تو خیلی از قسمت ها شاید داورای دیگه. من توی یه هفته من سکوت کردم. واقعا دوست ندارم با هیچ دختری خوب رفتار نکنم. الانم رفتار بدی ندارم، فقط واسم سوال شده که چه خبره. هر کی لباس بازتر بپوشه، هر کی ادا اصول خنده‌دارتر در بیاره یا هر کی جلفتر باشه مورد پسنده نمره بیشتری میگیره. عدالت کجاست؟ شیک پوشی، دختر روز بودن، نماینده دختر ایرانی بودن اینجوریه که بیایم با هم دعوا کنیم، فحش بدیم، صدامون رو ببریم بالا، بد و بیراه به هم بگیم؟ یا اینکه نمیدونم، واقعا گریم میگیره. من ناراحتم خیلی زیاد. یک هفته پخش شده از قسمت‌هایی که من توی این برنامه بودم و نه استوری زیادی از خودم گذاشتم، نه اومدم لایو صحبت کردم، چون پیش خودم گفتم یه مسابقه بود، رفتی شرکت کردی و تموم شد. تو اون تایمی که اونجا بودم و الان هر روز به خودم میگم بگو نگو، شیرین قضاوت درست بوده، اشتباه بوده، ولی هرچی که داره میگذره و نگاه شرکت کننده ها دخترها رو میبینم و نمره‌ای که داورا دارن میدن و میبینم، متوجه شدم که دوستی ها و آشنایی هایی از قبل چقدر تاثیر داشته تو نمره و لباس باز پوشیدن، حرکات اضافه روی صحنه که باعث شد خودم هم با اینکه همچین شخصیتی ندارم دخترها رو ببینم و منم یه سری اجراها رو انجام بدم بیشتر تاثیرگذارتر بوده توی و به نظر من دختر ایرانی نه اون شیرین گلیه که روی اون صحنه است، چون خودم نبودم و فکر میکردم که باید مثل دخترها یه جاهایی برقصم، یه جاهایی حرفایی بزنم که در خور شخصیت خودم نیست. نه دخترای دیگه یعنی که هر روز دارن جنگ و دعوا میکنن یا میبینین دیگه. من از همینجا از همه دخترای ایرانی عذرخواهی میکنم. ثانیا هم در رابطه به صحبت‌های شیرین گلی نوشت عزیزای دلم، لطفاً یک عکس بگیرید از لباس من و بفرستید پینترست، ازش نه تنها 100 تا رنگ بلکه 1000 تا میاد.
من 5 دست از لباسم و از یه خانومی که دیزاینر و خیاطه و مزون داره خریدم، ولی اصلش یه لباسه. این لباس رو توی یه سایت دیدم که پر از نگینه و کمی گرون بود. عکس بهش نشون دادم و طرحشو دادم که اینو میخوام. تموم شد رفت. اینقدر که من تمرکزم روی خودمه، کاری به کارتون ندارم. خانم‌های به اصطلاح بروز، چقدر تیپ و استایل من توی چشمتونه که یه روز در میون از من میذارید. اینقدر خودتون رو کوچیک نکنید، روی خودتون تمرکز کنید عزیزای دلم. زمانی که داشتم این حرف رو میزدم، قبلش نرفته بودم چک کنم که مدل این لباس چقدر زیاد با کیفیت‌ها و قیمت‌های متفاوت هست. من یادم نمیاد توی برنامه ادعا کرده باشم من دیزاینرم یا طراحم. یعنی تا حالا نشده شما یه مدل لباس رو ببرید به یکی نشون بدید، بگید من این طرح رو میخوام. اینجا ترکیه است، مهد لباسه دیگه، اینو همه میدونن. همچین دور از ذهن هم نیست که یه خیاط بتونه یه کاری رو در بیاره. زشته به خدا، اینقدر لوس و خاله زنک بودن حال آدم رو به هم میزنه. بنده علاقه‌ای به وارد شدن به این خاله زنک بازی‌ها ندارم، وگرنه خیلی زودتر واردش شده بودم از همون قسمت 1. دیگه تقریبا همه من رو شناختن، نیازی به توضیح نیست، اما روز به روز بیشتر به هم ثابت میشه چقدر دلتون میخواست من توی اون برنامه نباشم. الان دارید عقده هاتون رو خالی میکنید. خالی کنید، من اوکیم. خیلی خاله زنکید. همین. سحر شرکت کننده برنامه زن روز هم میگه از اینکه در برنامه زن روز شرکت کرده خیلی پشیمونه. دلیلش چی میتونه باشه؟ بریم با هم ویدیوش رو ببینیم. به تمام هموطنان ایرانی مرسی، خیلی ممنون برای تمام مسیج‌های زیباتون. وای من انقدر دوستتون دارم، خیلی خیلی متشکرم. بعد اتفاقا بیشتریاتون برام مسیج دادین که نباید این شو میرفتم، که کلاس من اصلا نیست. و راستش رو بخواین اصلا اون چیزی که به من گفته بودن قبل از اینکه برم با اون چیزی که شوت کردن اصلا با هم یکی نبود. و من یکی از دلایلی که رفتم فکر کردم یه شو خیلی مثبته، فکر کردم مثلا اونایی که خونه نگاه میکنن خوشحال میشن، اینسپایرد میشن. فکر نمی‌کردم یه چیز اینطوری وحشتناک که دخترها رو به هم میندازن. حالا میبینین چی میشه، دخترها رو به هم میندازن، یه محیط منفی. و من آدمیم که فراری دارم از اینجور محیط ها، اصلا هیچ وقت نه خودم رو دوست دارم بذارم توی جایی که زنها به هم دیگه توهین میکنن، همدیگر رو میرن پایین. اصلا اینجور محیط ها رو دوست ندارم من. و anyways ترای میکنه آدم تو زندگی بعضی چیزا رو، بعد میبینه که اون چیزی که فکر میکرد نیست. ولی شماها رو من میتونم در آخر سر خوبیش اینه، اونایی که منو دوست دارن منم عاشقتونم، واقعا میگم خیلی خیلی دوستتون دارم. من اتفاقا جالب اینه که از همین اینستاگرام انقدر دوستای خوب پیدا کردم و مرسی برای تمام سپورتتون، همیشه پشت منو دارین. و لطفاً تو کامنت ها نظرتون رو درباره این برنامه برامون بنویسید و بگید که آیا برنامه جالب و عادلانه هست یا نه. ممنون که تا پایان این ویدیو هم مثل همیشه همراه ما بودین و با لایک و کامنت هاتون از کانال ما حمایت میکنید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، با زدن سابسکرایب و زنگوله کانال ما رو دنبال کنید تا از ویدیوهای جدید ما زودتر مطلع بشین و کانال ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید.